سلام كمسك الختام. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. السلام علیکم و رحمتالله و برکاته. قصه شنیدم خیلی قصه تأثیربخش است و خواستم این را به شما بگویم. موی سفید 93 ساله ایتالیایی که از بیماری کرونا ویروس شفا یافت، وقتی که طبیبان بعد از معالجه از او درخواست مبلغ کردند برای استفاده بردن تجهیزات صنعی نفسکشی، ناگهان او به گریه افتاد. او گریه کرد. طبیبان او را دلبرداری کردند و فکر کردند که این موی سفید برای این قدر مبلغ گریه می کند. موی سفید گشته به آنها گفت: من نه برای آن مبلغی که شما پرسیدید برای آن گریه نمی کنم. من برای آن گریه می کنم که 93 سال من عمر به سر بردم، بی پول نفس کشیدم و شکر این نعمت نکردم و حتی فکر نکردم که باید شکر گویم برای این نعمت. آن مبلغی که شما از من پرسیدید من برگردانده می توانم و اما من در این فکرم که 93 سال حیاتم را که بی پول نفس کشیدم، اگر خداوند از من مبلغ طلب کند آیا من پرداخت کرده می توانم؟ از این سوالی موی سفید همه در فکر افتادند. برادر و خواهر ایمانیم، سوال این موی سفید تنها برای طبیبان نیست. سوال این موی سفید برای ما هم هست. آیا ما به این نعمت شکرگزاری کرده ایم؟ از این قصه درس عبرت برای ما این است: بسیار نعمت هایی هستند که ما فکر آنها را نکردیم. وقتی که آنها را از دست داده ایم، بعد به یادمان می رسد که برای این نعمت هم شکرگزاری باید کرد. پس این قصه برای ما درس بشود که فکر کنیم به نعمت های خداوند و شکر آنها را گوییم. چنانه که الله سبحانه و تعالی خودش به ما می گوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شما شکرگزار باشید بر شما اضافه می کنیم. یعنی اگر ما شکرگزار باشیم به آن چی که حال حاضر داریم، خداوند نعمتهای ما را می افزاید در این دنیا و در آخرت. پس شکرگزاری را فراموش نکنیم و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.